خیلی عروسیامون هم جالبه. میگفت تو این مراسم عروسی بعضن این دخترها انقدر به خودشون میرسن بربریتا داماد نگاه میکنه میگه عجب غلطی کردم اینو نگرفتم. البته خب میگن تعریف مرد مجرد هم چیز دیگه است. مرد مجرد کیست؟ شخصیه که هنوز فرصت بدبخت کردن یک زن رو پیدا نکرده. خوشحال نشید الکی خانم. این زمانی بود که دخترها به خواستگاراشون جواب رد میدادن. یه زمانی. حالا نگاه کن دخترای قدیم اینقدر خواستگار داشتن از ناچاری یه حلقه میکردن انگشتشون که میرن بیرون کسی دیگه گیر نده بگه مثلا من نامزدم، عقدم، عروسم، خاک بر سرم، بلم کن، سمت من نیا. دخترای امروزی هیچی که دستشون نمیکنن آستینا رو هم تا آرنج میدن بالا که نگاه چیزی نیست، میخوای بیا بیا.